بهش میگن هات هانی چیکن یا همون مرغ تند عسلی که خیلی وایرال شده و خیلی خوشمزه است و منم امروز میخوام بهتون یاد بدم. پس تا یادت نرفته لایکشو بزن و سینه یا فیله مرغو با ادویه‌های داخل کپشن و آب خیارشور خوب تمدار کن و بذارش یخچال. سس رنجم خودم درست کردم که فقط کافیه ماست یونانی، ادویه رنج که تو کپشن نوشتم و آب لیمو رو با هم ترکیب کنید. برای سس هات هانی یا همون عسل تند بعد یه شیشه سس فلفل خالی کنید، بعد بهش عسل اضافه کنید. من از معجون فلفلم استفاده کردم که اینو تو همه غذاها میریزم، واقعا خوشمزه است. بهش فلفل تند و پرک فلفلم اضافه کردم، گذاشتم رو حرارت تا یه ریز قل بزنه. حالا وقت سوخاری کردن مرغامونه که من تخم مرغ و آرد و آب و نمک و فلفل و پودر سی رو با هم ترکیب کردم. بعد سینه مرغ زدم داخل این مواد، بعد زدم داخل پودر سوخاری درشت. دوبارم این کارو تکرار کردم که مواد روش کاملا ضخیم بشه. بعد از این مرحله مرغای سوخاریتون رو باید سرخ کنید، یا اگه دوست دارید رژیمی تر بشه مثل من میتونید بذارید داخل هواپز. که من از گریل گلف 11 کارم استفاده کردم که این دستگاه واقعا همه کار است توی آشپزخونه و واقعا باید یه دونه ازش تو آشپزخونه‌تون داشته باشید. فقط هم از برند حاجی زاده که تو کپشن تگ کردم میتونید تهیه کنید. سوخاریامون که آماده شد میذاریم داخل سس فلفل تند که از قبل درست کردیم و در کنار سس رنج سرو میکنیم. راستی من ستاره‌مو تو پیجم پر از غذاهای جدیدی که دوست داشتی یه سر به پیجم بزن و منو فالو کن.